صورتی زیبا نمی آید بکار، حرفی از معنی اگر داری بیار. مولانا. دیروز در کوچه بودیم، یک خانم دختری نزدمان آمد، سلام کرد، خواست چیزی بگوید. وقتی که لباسهایش را نظر کردیم، همین پوچه های شیمش کالتا کوتاه یک مود شده است. اگر دیده باشه در داخل شهر حالا خیلی زیاد شده است که شیمها رو هم خیلی بالا یا قد میکنن یا که همین گونه است. از ما نبود، نمیدونم از کجا پیدا شد. وقتی پرسان شدم که برای چی؟ گفت که زیبایی، برای زیبایی گفت. نگاه کنید، دخترکانی تاجیک متاسفانه در همین کوچه های شهر خیلی کم میبینیم، خیلی کم لباس های تاجیکی دار. زیبا بودن شما را لباس نشان نمیدهد، هرچی که باطنه شما هست نه ظاهر. صورت شما نه سیرت شما. یعنی بدانید زیبایی شما هرچی که در داخلتان هست، نه بیرون، نه لباس پوشی، نه چیزی دیگر. صورت زیبا نمی آید بکار، حرفی از معنی اگر داری بیار. پس یک بار مادر و بیبی ها را نظر کنید که چگونه با بر کردن. خدا نگهبان شما. شما آبروی ما هستید و ما پشتیبان شما هستیم.